سلام سلاطین گلاب، امیدوارم که حال همگیتون عالی باشه. من همایون هستم از کانال کافی گیمر ها. امروز هم اومدیم با آموزش رنگ و رنگا کردن گوسفند در ماینکرافت. خب ما برای این کار به دو چیز احتیاج داریم، یک این و دو کجا بود این؟ نیست که زایه شدم. هر 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 باید همین جا باشه، مگه نباید همین جا باشه؟ چرا پیداش نمی کنم من؟ ولش کن، از این همین جاست، ولش کن. خب از اینجا برمیداریم اینا رو. یه لحظه وایسید اینا رو بذارم. جاوه کجایی؟ جاوه بیا اینجا. دینگ 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 دینگ. راستی میگفتم میخوام چند مدل پنل های دیگر رو هم بذارم، نه اصلا این چند وقت اصلا چون درآمدزایی نه اصلا حس و حالشو نداشتم. آپارات درخواست درآمدزایی من رو رد کرده بود، حس و حال آموزش دادن نداشتم. چه به زودی میذارم، خیالتون راحت باشه. آموزش ساخت پنل پارت دوم میذارم. پس برو برین سریع بدون وقت تلف کردن. خب اینو میایم داخل اینو که نوشته حذف میکنیم. این مهمه باید شما رمزشو بلد باشید. رمزشم اینه، چند لحظه الان بهتون میگم. انگی کردن گوسفند رمزش اینه، این ای و در آخرم این. وایسا، یه خط فاصله جا گذاشتیم. خط فاصله رو بذار. تمام. حالا میریم روی یک گوسفند تست و بررسیش کنیم. بودو بچه از جان. آموزش دویدن هم گذاشتم. گوسفند کجایی؟ یا ولش کن، خودمون گوسفند میاریم. میایم اینجا در این قسمت و این قسمت به همین. ای زایه شدم، گندش بزنه. امیدوارم این باشه. این دفعه سگ بد کشتمت. آفرین. خب الان این گوسفند رو میبینید سفیده. میریم روی پیشش و اینو میزنیم و به همین سادگی میبینید الان آبی شد، بنفش شد، آبی شد، سبز قرمز شد، نارنجی شد و همینجوری. حالا روی یک گوسفند دیگه هم تست و بررسی میکنیم. گوسفندی کجا؟ بیا پیشم، بیا اینجا. کتکت میزنم.